کفتارها مجربترین لاشه‌خواران جهان هستند. یک گروه از کفتاران می توانند ظرف 15 دقیقه یک گاومیش بالغ را بخورند با گوشت، پوست و استخوان. قانون حیات آنها هر گونه هدر دادن مواد را منع می کند. آنها ساخته شده‌اند تا بقا و نسل خود را حفظ و گسترش دهند. شاید دلیلش این باشد که جانوران ماده هدایت را به عهده دارند و جانوران نر به طور کامل مغلوب آنها هستند. قانون زندگیشان بیرحمانه است، اما باید اینطور باشد. حفاظت از قبیله برای آنها همه چیز است. حیات تمام گروه به آن وابسته است. زامبیا کشور پهناوری است. بزرگتر از هر کشور دیگری در اروپا. این سرزمین مملو از حیات وحش است. شیر، پلنگ، یوزپلنگ، سگ‌های وحشی، گاومیش، گورخرز، زرافه و این فهرست همچنان ادامه دارد. در غرب زامبیا معروف ترین لاشه‌خوار کل آفریقا زندگی می کند. کفتار خالدار، دزد، بزدل، لاشه‌خوار. این القاب معرفی کننده نژاد این حیوان است، اما واقعیت چیز دیگری است. کفتارها موجوداتی فرصت طلب هستند. اگر لازم باشد دست به غارت می‌زنند. اگر احتیاط واجب باشد حتما احتیاط می‌کنند. آنها هرگز یک وعده غذایی بی‌هزینه را رد نمی‌کنند، حتی اگر بقایای شکارچیان دیگر باشد. کفتارهای خالدار شکارچیانی بیباک و مجربند. آنها 95% از حیوانات موجود در فهرست غذایی را خودشان شکار می کنند. پس این شهرت منفی از کجا ناشی می شود؟ علت این است که آنها اهل ناخنک زدن نیستند. وقتی کارشان با لاشه حیوان تمام شد، تنها لکه‌ای مرطوب بر زمین باقی می ماند. اما آنها فقط در شکار مهارت ندارند. آنها در هر کاری تبحر دارند. زندگی در یک گله کفتار، یا در واقع باید گفت یک قبیله، به شدت سازماندهی شده و دارای رتبه‌بندی است. همه چیز بر اساس سلسله مراتب بنا شده. جانوران ماده نسبت به جانوران نر برتری دارند. اندازه آنها نیز بزرگتر است. آنها دارای اسکلت بندی مشابه هستند. هر کس در این گروه با بوی خاص خود قابل تشخیص می باشد. این سلسله مراتب رو به تکامل است. نسل بعدی در راه است. رئیس قبیله به زودی دارای یک نوزاد می شود. با اینکه دیگر جانوران ماده نیز دارای نوزاد هستند، اما توله رئیس قبیله رفتاری پرخاشگرانه تر و مسلط تر خواهد داشت. کفتارها به بهترین وجه با ساختار اجتماعی و محیط خود منطبق هستند. آنها طعمه خود را به وسیله قدرت بینایی، بویایی و شنوایی کشف می کنند. زمانی که کرکس‌ها را به هنگام احاطه یک مردار مشاهده می‌کنند سر می‌رسند. زمانی که یک حیوان مرده و در حال فاسد شدن را بو می‌کشند و زمانی که صدای خوردن و کشتار حیوانات دیگر را می‌شنوند، حتی اگر 10 کیلومتر آن طرفتر باشند سر می‌رسند.
وقتی از راه میرسند عملاً همه چیز را میخورند، شامل پوست، سم و دندان. آرواره‌های آنان به معنای واقعی کلمه استخوان خرد کن است. آنها به صورت انفرادی حیوانات کوچکتر را شکار می کنند، مانند پرندگان، خرگوش، روباه، شغال، مار و حتی ماهی. در یک شکار دست جمعی 2 تا 5 رأسی، آنها دنبال طعمه‌های بزرگتری نظیر گورخر، گاومیش و یا شکارهای بزرگتر نیز می روند. مشکل در اینجاست که شیرها هم چنین عادتی دارند. آنها اغلب تلاش می کنند از کفتارها دزدی کنند. کمتر پیش می آید که کفتارها از شیرها دزدی کنند. رقابت بر سر منبع غذایی واحد در اغلب موارد به نزاع و درگیری کشیده می شود که در برخی از این مواقع نیز به مرگ منتهی می گردد. یک شیر تنها حریف یک گله کفتار نیست. اما در نبرد تن به تن شیر همیشه پیروز است. از هر 10 کفتار 7 مورد توسط شیرها کشته می شوند، اما این روند آنها را متوقف نمی کند. یک شیر مشغول خوردن شکار است. این گروه آن را می خواهد. شیر کوتاه نمی آید. ممکن است شیر پنجه و دندانهای قوی تری داشته باشد، اما کفتارها از نظر تعداد برتری دارند. آنها محتاطانه، زیرکانه و هوشیارانه نزدیک می شوند. شیر را منزوی و اذیت و آزار می کنند. نهایتاً بر او غالب می شوند. اما نبرد تمام نشده. جانوران ماده با تسلط کامل به دور او حلقه میزنند. ابتدا این شکار از آن شیر بود، اما اکنون متعلق به کفتار هاست. در قلمرو کفتارها شیرها تنها رقبای آنها نیستند. یک کفتار نر بزرگ صدای آزاردهنده‌ای میشنود. صدا از آن سوی درختان میآید. رئیس قبیله یک شکار به چنگ آورده. زمان مناسبی است. سگ‌های وحشی هم خواستار طعمه هستند. این بار آنها در آمار برتری دارند. او به این راحتی تسلیم نمی شود. هنوز خیر. ولی در این وضعیت آسیب پذیر است. یک وعده غذایی ارزش آن را ندارد که به خاطر آن به خود یا بچه هایش آسیبی برساند. دو هفته پیش 3 توله جدید به قبیله اضافه شدند. آنها با برخورداری از سمت جدید در قبیله متولد می شوند. این رتبه برای همیشه باقی خواهد ماند. حیوان نر هیچ گونه موقعیتی نخواهد داشت و زمانی که به 2 سالگی برسد مانند اغلب جانوران نر گله را ترک خواهد کرد. خواهر کوچکترش با موقعیتی نازل به دنیا آمده، اما کماکان از برادرش بالاتر است. این توله بزرگترین جانور ماده در قبیله است. روزی او رئیس قبیله خواهد بود. این حق و میراث تولد اوست. او شاهزاده قبیله محسوب می شود.
رئیس قبیله به همه توله‌هایش رسیدگی می کند. آنها روزانه 6 وعده شیر دریافت می کنند. شیری که دارای بالاترین میزان پروتئین در میان لاشه‌خواران است. اما شاهزاده موقعیتی ویژه دارد. او از این موضوع با خبر است. کل قبیله نیز به این واقعیت معترفند. او مورد احترام و حفاظت می باشد. تا سال آینده همه توله ها تحت حمایت مادرشان خواهند بود. بعد از آن آنها در قلمرو گله به گشت و گذار خواهند پرداخت، اما همواره در کنار مادرشان باقی خواهند ماند تا اینکه به 18 ماهگی برسند. تا آن زمان روزهایشان با رسیدگی و بازی پر می شود. برنامه روزانه گروه کفتارها شکار است. آنها متخصص این کارند. کفتارهای خالدار با سرعتی بالغ بر 60 کیلومتر در ساعت می دوند. آنها استقامت شگفت‌انگیزی دارند. برخلاف شیرها، یوزپلنگ‌ها و پلنگ‌ها که تنها در مسافت‌های کوتاه سرعت بالای خود را حفظ می‌کنند، کفتار می‌تواند تا چندین کیلومتر شکار خود را تعقیب کند. ممکن است امروز اسم گاومیش در فهرست غذایی آنها نوشته شده است. اکنون چند هفته از عمر توله ها می گذرد. آنها همچنان مشغول بازی و مورد رسیدگی هستند و هر روز قوی تر می شوند. سلسله مراتب نیز رو به تقویت است. رئیس قبیله شاهزاده را به حال خود رها نمی کند، به طور خاص در فضای آزاد. اگر چنین کند این توله مورد غضب و بدرفتاری کفتارهای بالغ و دونپایه قرار می گیرد. رئیس قبیله مراقب توله ها خواهد بود تا که 1 ساله شوند. آن زمان موقعیت شاهزاده توسط همگان به رسمیت شناخته خواهد شد. درست مانند مادرش او در هر شکار اولین نفر بر سر سفره خواهد بود. زمانی که بالغ شود جثه‌اش 10% از حیوانات نر بزرگتر و بدنش نیرومندتر خواهد بود. رفتارش نیز مهاجمتر خواهد شد. دیگر اعضای گروه از چنین امتیازی برخوردار نیستند. هر کدام موقعیت خود را در گروه دارند. این کفتار در برابر شاهزاده تملق خود را بارز می‌کند. او موقعیت بالای وی را به رسمیت می‌شناسد. در میان کفتارهای خالدار موقعیت اجتماعی بسیار حیاتی است. قلمرو آنها نیز چنین است. آنها قلمرو خود را علامت گذاری می کنند. این حیوان نر به طور احمقانه‌ای تلاش می کند از حدود قلمرو آنان عبور کند. حیوانات ماده حمله ور می شوند. او خوششانس بود که مورد حمله قرار نگرفت. این گاومیش هم خوششانس بود. او وارد قلمرو و محدوده لانه این گروه شده بود. خوشبختانه کفتارهای بالغ در این اطراف نیستند.
اما اگر بار دیگر به نزدیکی لانه بیاید ممکن است بدشانس باشد. رئیس قبیله برای شکار بیرون رفته و یک پرستار مواظب توله هاست. لانه کفتار مجموعی از حفره‌ها و تونل‌های زیرزمینی میباشد. توله‌ها میتوانند به راحتی در معابر زیرزمینی تردد کنند و شبها در درون آن به خواب میروند، در امان از شکارچیان دیگر. اما آنجا به هیچ وجه امن نیست. فصل باران آغاز شده، با درنده‌خویی و بدون هشدار قبلی. در تمام طول شب و روز بعد باران زمین را مورد تاخت و تاز قرار می دهد و در نهایت آن را غرق می کند. قبل از اینکه لانه زیرزمینی به زیر آب برود، توله ها از آن فرار کردند، اما همه موفق نشدند. توله این جانور دونپایه به دلایل ناشناخته جا ماند. خانه او تبدیل به گور او شد. زمانی که باران متوقف می شود، زندگی به روال خود باز می گردد. هرچند بسیار غم انگیز بود، اما مرگ توله به هیچ وجه تغییری در کار یا سبک زندگی قبیله ایجاد نمی کند. روزهای آنها از روندهای یک نواخت تشکیل شده. زمانی که نمی خوابند در حال شکارند. زمانی که شکار نمی کنند به آبتنی مشغول می شوند. برخلاف شیرها، کفتارها عاشق آبند و شناگران ماهری می باشند. مانند این جانور ماده که شکار خود را به درون آب می برد تا از دست کرکس ها در امان نگاه دارد. توله ها به تدریج به نقطه استقلال نزدیک می شوند. مانند هر موجود نوجوان دیگر، آنها در پی ماجراجویی هستند. آنها پر انرژی و کنجکاو می باشند. آنها برای این پرندگان مزاحمت ایجاد می کنند. شاهزاده در حال رشد است. او چیزی کشف کرده. یک خوکچه هندی در حال خواب. دیگر توله ها به خواهرشان می پیوندند. در قلمرو 104 کیلومتر مربعی این قبیله همیشه چیزی برای خوردن پیدا می شود.